من پیشنهاد میکنم که نیما قبل از که نگران واژه‌های من باشه نگران چیزهای جدی‌تری باشه. یعنی سینما و در پشت سینما جهانی که فیلمساز باید ترسیم کنه. ما همه ربطی به استرهان نداره. پکینپا و این گروه خشن و کیبل ها یا دیگر فیلم های پکینپا ربطی به کیمیایی نداره. منطق خاص اون آدم‌ها تو فیلم ها روشن میشه. هیچ فیلم جدی چه مدرن چه پست مدرن چه کلاسیک خارج از متنش جواب نمیده. یعنی به بیرون از متن اشاره نمیکنه. اثر سینمایی، اثر هنری موجودی است، مستقل از خالقش. اگر هر اثری رو شما به خالقش سنجاق کنید اون اثر رو از زنده بودن گرفتید. اثر باید بتونه از خودش دفاع کنه به عنوان یک موجود زنده که دارای نبض و خون هست، نه خونی که نیما میبینه، یعنی چاقونه. اثر زنده باشه، نفس بکشه، مستقل از خالق. این اولین شرطه. شرط دوم این که وقتی آثار مستقل بودند حالا در بعد از استقلالشون وابستگی رو ببینیم، نه برعکس. یعنی ما برای توزیع اثر نباید وام بگیریم از اینکه چی دوست داریم چی دوست نداره خالق و اینا، هی به فیلم در واقع تحمیل کنیم و بتونیم فیلم رو نجات بدیم. مثلا این نقطه بذاری که ساحت اسطوره‌ای در کار نیست. پسر جوانی که سنش هم به این حرفا نمیخوره در فیلم با صدای جلیلوند اسماعیلی. تو اون ندیدی؟ با صدای جلیلوند ندیدی که؟ نه الان تو دوبله دارم میگم. این نوستالژی دوبله و سیاه و سفید اینا هیچ چی رو حل نمیکنه. این صدا مال این آدم نیست. این مشکل گذشته، بلوکه شدن در گذشته و یه جوری در واقع عقده خود در گذشته بینیه که حالا به نظر من واژه تندتری داره که آخرش خواهد. نه خب شما اگه دو کلمه توضیح دارید ما وقت کمه. دو کلمه خیلی سخته. به من گفتن که وسط حرف آقای دوستان جوانا دیشب دیدن که ما وسط حرف آقای بردادی نپریم. من دیگه عادت کردم. دفاع نکنیم و در واقع بذاریم منتقدان نظرات خودشونو بگن و اگه منتقد موافق هست که چیز بگه. من در واقع نمیخوام راجع به جرم صحبت کنم. برای جرم خودش داره نجات میده، خودش فیلمی هست که بتونه حرف بزنه. بگو. ببینید من تصور شخصی اینه که کیمیایی در فیلم 28مش نیازی نداره که کاری تولید بکنه که برخلاف دلش باشه. یعنی زبانش چیزی بگوید و دلش چیزی دیگه. این یه نکته. رفاقت در اومده. اتفاقا یکی از معدود فیلمایی است که در اومده و در نیامده. اگه من اشتباه میکنم توضیح. یکی از معدود فیلمایی است که سر و ته داره به قول شما. یعنی تو فیلم‌های کیمیایی یعنی رها نمیشه. رئیس و حکم نداریم. آره بله در مقایسه با کار که هزیانه در واقع. من حالا این اصطلاح رو به کار میگم که پایان کار مشخصه که رضا سرچشمه برای چی جانفشانی کرده، حتی خودکشی کرده، خودشو به کشتن داده. این تکلیف روشنه. برای چی مشخصه؟ بذار نیما بگی. نیما رو خطی؟ بله. برای چی خودشو به کشتن داده؟ آقای شریفی برای چی؟ به نظرم خودش رو به کشتن نداده. یک مسیر محتومیه. ببین آقای فراستی گفت ربطی نداره به گذشته فیلم و به خالقش نمیخوایم ارجاع بدیم. من هم واقعا هیچ جای صحبتام به خالق ارجاع ندادم. من میگم که به هر حال ما به عنوان منتقد، به عنوان کسی که داره مطالعات سینمایی میکنه، باید بیش از این که ما فیلم روی متن مستقل ببینیم باید بتونیم راجبش حرف بزنیم، باید به بک‌گراندها توجه کنیم، به اطراف توجه کنیم. کوتاه سریع. به نظرم جرم کیفیتش از اونجا میاد که کیمیایی تو میزانسن آشنای خودش داره کار میکنه، مثل بازی تو زمین و استادیوم خودی. میزانسن آشنا رو برای خیلی کوتاه توضیح بده منظورت چی؟ میزانسن آشنا مثل بازی تو استادیوم خودی، لوکیشن جنوب شهر، چیزی که سالها ازش آدما و طبقه‌ای که میشناسه، خیابونا، کوچه، آدم‌ها رو ببینید. اگه ما ادعا کنیم مسئول کیمیایی این آدم‌ها جوری دوربینشون نمیشناسه، واقعا بدون هیچ تردیدی باید بگیم ایراد از ماست، چون که هیچ کس بهتر از کیمیایی اون آدما رو نمیشناسه. ظرف کیمیایی. خب همینجا نقطه بذار. نقطه بذار. یه نکته آقای فراستی گفتن این آدم سنش به این حرفا نمیخوره. این کدوم حرفاست؟ اینو به من بگن. این حرفا یعنی کدوم حرفا؟ سری جواب بده، سری. مسابقه چیزه از این مسابقه‌ای که شبکه 5 میده. یعنی وقت نداریم. چقدر وقت داریم آقا؟ یک دقیقه من خلاص کنم. در یک دقیقه از نظر روانشناسی جرم استماعه. از پخش محترم تقاضا میکنیم یه 5-6 دقیقه دیگه ما وقت بدن که این بحث رو ببندیم اگه میشه. خیلی ممنون میشیم. ببین وقتی که یه زندانبان در گوش رضا میگه که با مردم باش، شوخی داره میکنی. زندانبان زمان شاه
به شخصیت اول فیلم میگه با مردم باش، یعنی شوخیه، شوخی دیگه. البته بیرون یه اتفاقایی داره شوخی دیگه، شوخی دیگه ته فیلمه. زنشو میده دست دوستش. یعنی چی؟ بازم از این شوخی ها بشمارم. کدوم جهان، کدوم دغدغه، کدوم اسطوره؟ همه اینا البته اون آزمون سوگند خوردن و دست توی همه اینا اون واژه رفاقتی در کار نیست. همه تصنع، همه سفارش از بیرونه. اصلا رفاقت بدون زمان و مکان نداریم. رفاقت امروز، رفاقت دیروز نیست. وقت داریم. آقای به همین دلیل گفتم از نظر روانشناسی اون واژه درسته. نیما جان رو خطی جواب بده. آقای بهداد رو خطن میخوان جواب بدن. آقای بهداد بفرمایید. ما 2 دقیقه 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بفرمایید. من رو خطم. بله بفرمایید. عرض ادب دارم مجدد خدمت همگی. روی سخنم با مسئول فراستی عزیزه. به هر حال بدون نقد سینما میمیره، اما من خیلی نرم و بدون هیچ موضع‌گیری اگر بخوام یه نکته رو بگم، واجب میدونم یک کمی منصفانه. این انصاف اصلا چونه زدن نیست، معنیش کمی ادبه. مسعود جان، من واقعا از شما توقع دارم کلمه چرت و پرت رو فقط به کار نبری. شما منتقد با سوادی هستید. این نکته وارده، همونطوری که گاهی اوقات به من هم وارده که رعایت کنم. جناب کیمیایی اونقدر به گردن سینما رو حق داره، به گردن سینما حق داره که از کلمه چرت و پرت استفاده نکنید. فقط همین، هیچ نکته‌ای ندارم. فکر میکنم که برخورنده است بی‌ادبی. اگر منم ولی بی‌ادبی کردم نسبت به شما، بازم عذر میخوام. فقط همین. ببخش فریدون، من چرت و پرت نگفتم، گفتم پرت و پلا. پرت و پلا خیلی حرف درستی. مسعود جان، پرت و پلا هم به نظرم کمی نه. حالا من نگران بگو عزیزم. فقط همین. اول خواهش برادر منی، فقط پرت و پلا کلمه این نیست که ببین سینما در خطر درست، اما واقعا فکر میکنی با استفاده از این کلمه ها کار میکنه؟ ببین عزیز دلم، من خیلی کوتاه وقتمون تموم شد. خیلی متشکرم. من جمله تندتری گفتم، اونو بعد میگم. نه خیلی متشکرم آقای فراستی، خیلی ممنونم از آقای عزیزالله بنشری، از بینندگان عزیز که در 11 برنامه با ما بودن. تشکر میکنیم. تا جمعه شب هفته آینده که در واقع تا جمعه شب که برنامه دو جمعه همین هفته که همین جمعه که برسه برنامه اینقدر دوستان تو حرف میزنن تو گوش که آدم چیز میشه. تا همین جمعه که بشینیم با برنامه ویژه، آخرین برنامه ویژه جشنواره فجر داشته باشیم که با برندگان جشنواره مسابقه های اختصاصی خواهیم بشه. از همتون ممنونم که به این بحث گوش دادید و از کارگردانان عزیزی که اگه به توهین شده من معذرت میخوام. قربان شما.